لیت نایت چسناله مهمون این قسمت روحام حیدری. پارت دوم اعتراض ماندلایی. نیچه‌ای مگه؟ نکنه سیبیل گذاشتید حس اینو گرفتی نیچه‌ای؟ تو ایران اینجوری جریان سوارتون میشه. چی میزنی؟ اینجا چی میزنی؟ با برادر خیالی خونه دیگه اختلاف نظر تو ان فرو رفتیم توش. اپوزیسیون رو که میخوایم ضبط بکنیم میای فردا اومدید ما رو تو گونی ببرید ویدیو رو تو دیده باشید. الان یکی میگه ببین تو داری اینو از اینجا نشستی داری از ترس این حرفا میزنی که ادامه این موضوع رو بگی یه روزی میشه که از بین بره و ما واقعیت ها رو ببینیم. برگشتیم که از روحام سوال کنیم که آیا قبل از اینکه اپیزود ما رو ببینه راجع به اثر ماندلا چیزی میدونسته و اینکه کلا نظرش راجع به اثر ماندلا چیه تا بریم تو دل بحث. اثر ماندلا حالا فارغ از اتفاقی که برای خود نلسون ماندلا افتاد و خیلی عجیب هم هست، یعنی وقتی بررسیش میکنیم مگه میشه جمعیت کثیری از جهان یک رئیس جمهور رو نشناسن؟ میدونی که از کجا میاد؟ از این میاد که یک نفر نیاز نمیبینه که اطلاعات در حقیقت اخبار روز دنیا رو بخواد دنبال بکنه. خب اثر ماندلا از یه مموری فالس میاد، از یه ارور ذهنی میاد، از اینکه در درجه اول ما فکر میکنیم که حافظه انسان شبیه به تصویربرداریه، در حالی که اصلا اینطور نیست، شبیه تدوینه. ذهن انسان اون چیزی که دوست داره رو نگه میداره و به مرور زمان حذف و اضافه میکنه ازش. مرحله بعدی اینه که یک پدیده‌ای تو مرحله دوم رخ میده، همون پدیده یک کلاغ 40 کلاغ. توی این موضوع شما یک خبر در حقیقت یک موضوع کوچیک، که اشتباه کوچیک و بی اعتبار رو تکرار میشه و یک کلاغ 40 کلاغ میشه، 4 تا چیز بهش اضافه میشه و در نهایت این تکرار تبدیلش میکنه به یک خبر معتبر و ذهن به مرور زمان اون رو میپذیره. دقیق نیست ولی قانع کننده است براش. خب نلسون ماندلا خب یک زندانی بود و نماد مقاومت بود در زندان، نماد مبارزه با امپریالیسم جهانی. حالا من کار ندارم که اصلا من موافق تفکرش هستم نیستم، من به اونش کار ندارم، ولی خب خیلی عجیبه که این آدم بعد میشه رئیس جمهور و دنیا فراموش میکنه که این از زندان اومد بیرون و مثلا تو 20 سال بعد فکر کنم فوت کرد یا 30 سال 2012 فوت. 1998 زندان بوده. خب تنها کمتر از 20 سال، 15 سال تقریبا. داستان اثر ماندلا اینه که همه چیز از یک باور غلط میاد. باور غلط از چی میاد؟ از اینکه شما به خودت زحمت نمیدی که در مورد یک موضوع تحقیق بکنی. امروز تو سال 2025 خب شما اینترنت داری، نمیدونم هوش مصنوعی داری، علاوه بر کتاب‌هایی که در گذشتگان بوده، شما خیلی راحت میتونید در مورد هر مسئله‌ای از دنیا تحقیق بکنید. ولی الان بستر ایجاد یک اثر ماندلا خیلی بیشتره. حالا چرا؟ قدیم اینطوری بود که یک نفری نویسنده بود، یک کتابی رو مینوشت و ارزش داشت اون ادبی که در کتاب رعایت میکرد. خب سالهای گذشته پیش اومده که یه سری افراد در قالب اسمن روشنفکر یه سری کتاب ها نوشتن که تو میخونی و بعد میفهمی که اصلا چرا باید این بشر دست به قلم میشد که همچین چیزایی بنویسه. کار ندارم. امروز اون دست به قلم ها خیلی زیاد شدن و افراد جامعه هم خیلی راحت میشینن پای اینستاگرام، یک نفری میاد مثل من و تو، یه میکروفون میذاره جلوش، یک نظری رو در مورد یک موضوعی میگه، پشت اون نظر هیچ تحقیقی نیست، برداشت شخصی خودشه. خب نظر دادن در قالب برداشت شخصی خیلی ایرادی نداره، اما در قالب تصمیم گیری جمعی ایراد داره. خب من شاید مثلا نظر داشته باشم که این میز خیلی میز قشنگیه، ولی اگه بخوام تصمیم بگیرم که همه باید تو اجتماع این میز رو داشته باشن، خب اون ایراده. دقیقاً. خب حالا اون نظره میرسه به یک فضای مجازی، میرسه به یک خبرنگار اشتباه و اون خبر منتشر میشه و خیلی راحت تبدیل میشه به یک باور جمعی که اون باور جمعی غلط. امروز من حداقل انتظارم از یک فرد اینه که قبل از اینکه بخواد یه چیزی رو بخونه
و باورش بکنه بررسیش هم بکنه. ببین من اگه یه نفر راجبم حرف بدی بزنه، پشت سرم حرف بزنه، از گوینده ناراحت نمیشم، از شنونده ناراحت میشم که بدون بررسی باور میکنه. بعد یه جمله کلیشه‌ایه این موضوع. آره و هم همینطوری هم. دقیقاً. خب بدون بررسی باور کردن یک موضوع میشه فجایعی که در اجتماع، چه در ایران چه در هر جای، در هر فرهنگی رخ میده. ببین امیرعلی، ببین ما دوست داریم برنامه‌مون رو ادامه بدیم، دوست نداریم که تیان هممون رو با هم بردارن ببرن و بله ببخشید وسط کلام. نه خواهش میکنم. توی موارد بین‌المللی که خیلی این مشکل باور به وجود میاد، این باور از گفتم بهت از یک در حقیقت نظر غلط به وجود میاد. بذار من این مثالی رو برات بزنم. زهدان ممدانی. نه زهدان ممدانی نه، زهدان ممدانی الان نمیشه راجبش قضاوت کرد، بعدها باید در موردش قضاوت کرد. قبلها راجبش قضاوت شد. خب اوکی، قبلها در موردش زهدان ممدانی چند سالشه؟ هم سال من و توه. باریکلا. مهر ماهی هم هست با من، هم ماهه تولد. اصلا سر همینه دارم ازش دفاع میکنم. میخواستم اینو بهت بگم، زهدان ممدانی قبل از اینکه بیاد نذاشتم بری سراغ بحث بعد و نمیذارم چون باید این قضیه رو اینجا بزنم. قبل اینکه بیاد توی انتخابات شهرداری چیکار میکرده؟ چند نفر سرچ کردن؟ چند نفر قبل از اینکه اون استوری رو بذارن راجع به پیشینه زهدان ممدانی سرچ کردن؟ آخه پیشینه زهدان ممدانی پیشینه‌ای که به تبدیل بشه به شهردار نیویورک نبود. پیشینه ترامپ بود که یه روزی بشه رئیس جمهور. پیشینه ترامپ هم پیشینه‌شو میدونی دیگه. ترامپ ترامپ پیشینه‌اش قدرت بود، اعتبار بود. قبل از اینکه رئیس جمهور بشه به عنوان یک آدم ثروتمند، به عنوان یک سرمایه‌دار به این مرحله رسیدین. قبل از سرمایه‌داری و ثروتمند شدنش، قبل از بیزنسمن شدنش، املاکی بود. یادمش قبل از املاکی بودنش دیگه. من در زمان ترامپ شومن بوده، اینترتینمنت میکرده. نمونهش هم چیزه اینه که تو اینستاگرام یه مدت پخش شد 90% شما نمیدونستی تو فیلم تنها در خانه یه تیکه سکانس ترامپ میدونست. آره این تو اینستاگرام یه مدت پخش شده بود که کسی مثلا نمیدونست اینا. تو برنامه کشتی کجم میرفته صحبت میکرده، اون وسط وای میستاد کوری میخونده که میریخته فلان میکرد. میاد جلوتر بحث املاک و گسترش میده، بیزینس. البته خب خانواده پولداری هم داشت، ولی اگه چه میدونم مثلا زمان کی آخه بگم، مثلا دور نمیرم، زمان بوش کوچک، پسر بوش، جورج دبلیو بوش کوچک یک نوع وسیله است. زمان جورج بوش اگه میگفتیم مثلا چه میدونم 2 دهه بعد، 1 دهه بعد مثلا ترامپ میاد رئیس جمهور میشه، ترامپ نه، به قول محمود احمدی‌نژاد ترامپ نمندی. پس ترامپ هم پیشینه خاصی نداشت. خب حالا از این موضوع میخوای به چیه زهدان ممدانی؟ از این موضوع میخوام برسم که زهدان ممدانی توی یه چیزی شبیه شورای شهر ما، مجلس ایالتیه تو آمریکا، یه ذره لولش بالاتره. توی مجلس ایالتی اونجا بوده یه چند سالی رو. قبل از اونم توی چند تا حزب مختلف بوده که کارهای فرهنگی اجتماعی هم انجام میدادن، گروه حکایی بودن که کارهای فرهنگی اجتماعی تو سطح مملکت انجام میدادن. بعد اومده تو اون حزب ایالتی، بعد از حزب ایالتی اومده یه ذره بالاتر، همینجوری بالا رسیده به اینجا. تو میگی تاریخ باید در موردش قضاوت بکنه، من میگم تاریخ در موردش قضاوت کرده که آوردنش تو این جایگاه نشوندنش. تو نظر شخصی نه نظر شخصی نمیدم، نظر کارشناسی میدم. خب ببین روحم، هی ما میخوایم یه چیز رو با ایران مقایسه کنیم. قابل مقایسه هست توی مسائل. تو ایران وقتی یکی حرف میزنه تاریخ راجبش قضاوت میکنه که آیا اون حرف درست از آب در میاد یا نه. خب تو اکثر دنیا، تو کشورهایی که نرمال ترن، زندگی نرمال تره، این قضایای ما رو نداره، زندگی ها اینقدر پیچیده نیست، جهان سومی نیستن،
تو اون کشورها تاریخ قضاوت میکند و بعد برای اون شخص یک اتفاقی میافتد و حالا باز هم در ادامه باز تاریخ قضاوت میکند. یعنی یه بخش دیگه ای داره که این تو ایران گم شده. تو ایران حتما یکی باید بیاد یه چیزی بگه، ما بریم اون کار رو انجام بدیم، یا اون آدمی بیاد در رأس قدرت یا سمت بگیره یا یه اتفاق بیفته، بعد مثلا یه دهه بعد، یه سال بعد، 6 ماه بعد، 50 سال بعد میگیم این. اونجا این شکلی نیست. مثال همین آقا رو چون داریم راجبش حرف میزنم. یکی از نقدایی که خیلی به زهدانه اینه که حمل و نقل رایگان اومده شعارشو داده. سال 2015 اگر اشتباه نکنم تو همون شورای مجلس ایالتی که بوده یه طرحی میبرن بالا، خودش هم این طرح رو نوشته بوده، سفت و سختم پاش وای میسته با تیمش این طرح رو میارن بالا. اتوبوس مجانی در بخش ها، یعنی مناطقی از نیویورک اتوبوس برقی مجانی رو ایدهشو پیاده میکنن. به صورت تست هم بوده، یعنی اول اومدن ایده رو اصلا برای تست پیاده کرده بودن، اتوبوس برقی مجانی، ببینن جواب میده یا نه توی یه سری محله‌های نیویورک. درست. و انجام میدن این کارو و خیلی هم موفق بودن و خبرش اینه بمبم تو همونجا ترکیده بوده، تو همون محله ها. اصلا یکی از دلایل این که یه میزان محبوبیتی داشته بین یه سری از شهروندان نیویورک اینه که خب آقا این دیده بودن ازش، یعنی عجیبه این کار کرده بوده روحان. خب یه کار پشمریزون داره، فکر میکنم مال 2016 این کاری که کرده. جامعه تاکسیداران نیویورک به خاطر بحث پول و حقوق و مزایایی که به اینا تزریق میشد از سمت دولت فدرال یه بودجه میده به ایالت مرکزی، اون بودجه رو میگیره پخش میکنه مثلا توی شهره. این جامعه تاکسیدارانه بودجه خیلی ضعیف، درب و داغون، خدمات فاجعه، اینا میان یه اعتراضی میکنن. این آقا میره در کنار راننده تاکسی ها توی خیابون یه ماشین تاکسی برمی‌داره، خودش شروع میکنه مسافر کشی کردن و باز اگر روزشو اشتباه نگم 10 روز یا 15 روز به همراه تاکسیداران اعتصاب غذا میکنن. خب اینقدر پای این داستان وای میسه و تیمشو میاره پای کار. 450 میلیون دلار از دولت فدرال بودجه میگیرن تزریق میکنن توی تاکسیرانی نیویورک. خب کی میدونه؟ ببین وقتی داره میاد یه حرفی رو میزنه این کارو، یعنی سر داستانو به اینا نشون داده. تازه اون موقعی که تو یک سمت پایینتری بوده، یعنی سمتی که همچین دست و بالش هم باز نبوده، اون موقع کاری هم میکرده یه تیم و یه گروه رو جمع میکرده. نمیشه فقط به اسم این تمومش بکنی. 2-3 تا دیگه کار این شکلی هم داره. مثلا میدونم بحث مسکن خیلی کمک کرده بوده به نیازمندا، اونایی که نمیتونستن خونه تامین خونه واسه خودشون بگیرن و اینا. تو اون حوزه یه سری خدمات داده، تو حوزه کودکان مهاجر یه سری خدمات داده، تو اون سمت همون مجلس ایالتی که بوده. بعد خب یواش یواش اینا جمع میشه، مردم کارنامه رو میبینن، فلان میکنن، بیسار میکنن، بعد میرن رای میدن، بعد این میاد بالا. بعد ما یه ویدیو میبینیم توی اینستاگرام که 2 تا جوون با 2 تا قیافه گاتیک توری وایسادن دارن میگن آره ما با اون قسمت حمل و نقلش خیلی حال کردیم و اینا، مثلا به این دلیل رفتیم بهش رای دادیم. بعد ایرانی که تو خاورمیانه از 1000 کیلومتر اینورتره داره فوش میده. خب یه چیزیش که مشخصه چرا فوش میده. اولین چیزی که ما جبهه داشتیم بهش این بود که بحث مسلمون بودنش. ما کلا آدمایی که مسلمونن و در یک کشور دیگه به یک سمتی میرسن یکم نسبت بهشون گارد داریم. اونم به خاطر اینکه سیستم یه کاری با ما کرده که اینقدر بد بینیم به این قضیه. این نظر شخصی منه، امکان داره اشتباه باشه، برداشت من اشتباه باشه. اینو بذار کنار. میایم گیر میدیم که نفع بابا یارو کارنامه داره، کارش هم جمع کرده، سر همینم محبوبیت پیدا کرده، اومده رسیده به این سمته، داره کارش هم انجام میده. ما کجا رو بیل زدیم؟ در همین حین که من و تو داریم صحبت میکنیم تو اومدی خونه ما، من این خبر رو گفتم اینو بگم تمومش کنم. اون حوض بزرگ روبروی تئاتر شهر رو
خرابش کردن. شهردار تهران. اصلا حوز با تو چی کار داشت؟ الان اون حوزه چه ضرری به تو میرسونده؟ این سال اونجاست، یعنی از بیخ که اونجا معماریشو زدن، اون حوزه گندهه که خیلی هم خوشگل بود اونجا بوده. اون حوز چه انگولی به تو میکرد که باید اون بعد اصلا اونو مثلا خراب کردی و فردا میای یه دونه دیگه جاش میزنی، بد ریخت با معماری غلط، فاجعه. بعد میگه حالا میخواستیم نوسازیش بکنیم. میدونی تصمیمات غلط احمقانه. خدایی اگه یکی بیاد منطقی بشینه آقا اون حوض رو واسه چی خراب کردی؟ اون با تو چی کار داشت؟ ما اینو نمیبینیم روحام و این برای من اذیت کننده است که ما این رو نمیبینیم یا نمیخوایم ببینیم یا نمیتونیم ببینیم. بعضیا چون میگن نمیتونیم حرفی بزنیم، چی بگیم؟ میان فلان میکنن بیسار میکنن، مثل خودمون که الان گفتیم آقا نگیم یه موقع فلان نشه بیسار نشه، ولی میخوایم بریم گیر بدیم به یکی دیگه به خاطر یک حافظه تاریخی و یک باور نادرستی که ما از نزدیک 50 سال پیش داریم و فکر میکنیم که اگر کسی اومد این حرف رو زد اینا حرفای عوام فریبانه یه حزب کمونیسمه. اول صحبتمون گفتیم حکومت قانون. بابا کشوری که توش حکومت قانونی تو فردا عمل نکنی به کار اصلا نمیذاره تاریخ راجبت قضاوت کنه. رو تو میگی تاریخ راجبش قضاوت میکنه، باورت نمیشه یارو به تاریخ هم نمیرسه که راجبش قضاوت بشه. همونجا میان میگن پوفیوز بیا، همون لحظه یه ماه بعد 2 ماه بعد پوفیوز بیا. اینا برنامه تو بوده. برنامه دادی باید تحویل بدی. نمیتونی تحویل بدی. دولت مرکزی فدرال هست، دولت ایالتیش هست، دولت حاکم بر داستان هست، کنگره هست، سنا هست، 1000 تا مرجع بالادستی وجود داره. چوب تو اونجات میکنن اگه نتونی کارو در بیاری. 50 سال پیشی که هیچکی به هیچکی اصلا تازه شکل گرفته، اصلا کسی نمیدونست میخواد کی چی کار بکنه. کی بوده که مثلا من امیرعلی اگه اون موقع بودم میگفتم آقا کل تهران رو میدم چمن کنه، اش کن قلط بزنید، بالا قلط بزنید تا پایین. کی میخواست بیاد خیر منو بگیره بگی داداش نمیشه این حرفی که تو داری میزنی؟ ببخشید زیاد شد. مثلا اول چیزی در مورد توضیح بدم که قیاست خیلی قیاس عجیب غریبیه، چون در مورد شرایط اینجا اونجا بیا پینگ پونگیش کنیم. خب چرا زمانی که خودت حرف میزنی پینگ پونگیش نمیکنی؟ حرفتو بزن بعد مبحثت که تموم شد اونجایی که فکر می‌کنی بعد سوال کنی بیا پینگ پونگیش. ببین اول در مورد ممدانی من میخوام داستانو ببندم. افرادی که مخالفت میکنن با این آدم خب و به نظرشون یک موضوع عجیبه، تو میگی به خاطر مسلمان بودن؟ نه، من اینو نمیپذیرم. مسلمانان بسیاری هستند که در کشورهای مختلفی دارن فعالیت میکنن و اتفاقا فعالیت خیلی خوبی هم دارن، اما نوع بینش این آدم شباهتی رو ایجاد کرده خب که برای من حداقل فرق میکنه. این شباهت، من شباهتی که خودم دیدم و بذار بهت بگم، این آدم نوع تفکرش نوعی از کمونیستیه، اما این کمونیستی رو در قالبی ایجاد کرده. اصل کمونیست اصلا آتئیستیه، ولی این کمونیستیه که شیعه است. کسی که من به یادم افتاد که یعنی هر کسی وعده انتخاباتی بده یا بیاد به یه قشری وعده بده میشه کمونیست؟ نه. میتونی اون قسمت کمونیسمشو برای من باز بکنی؟ آره. چون اون قسمت کمونیسمی این آدمو من نمیفهمم. آره. خب اینو که خودت اصلا بهش اشاره کردی در درجه اول. خب نه اینم یکی از نقداست دیگه، میگن کمونیسم پوفیوز و فلان. کمونیسم هم میچسبونن بهش. کمونیستی که هست رو بعد بذاری بهت بگم. اولش گفتم خودش میگه حزب سوسیال دموکراتی که اصلا به من ربطی نداره. خب پس اصلا بذار اینجوری به حزب نیست. تفاوت بین کمونیست و مارکسیست با سوسیال دموکرات تو چی امیرعلی؟ تفاوت بین دو نمره سوال چیز میپرسه. تفاوت بین کمونیست، ایدئولوژی شبیه به کمونیست و مارکسیست با سوسیال دموکرات، هر جفتش از یک ریشه است. داری میگی تفاوت بعد میگه هر جفتش از یک ریشه است. تفاوتش رو میخوام بهت بگم. خب میخواستم بگم تفاوتش بحث ایدئولوژیه. مارکسیسم و کمونیسم اساساً یعنی پایه این دوتا تفکر بر تفکر ایدئولوژی میره جلو، ولی بحث سوسیال دموکرات
یه ذره متفاوت‌تر از این ایدئولوژی. اصلا از نظر من که مدل غربی همونه. خب هر جفتش یک مدل نظامه برای کنترل مردم از دیدگاه من. خب حالا من اصلا اونو میذارم کنار، ممکنه که با هم دیگه مخالف باشیم، اما این بشر در نهایت تفکرش تفکر شیعیه. من بیشتر اون دید میبینم که یک بلا تکلیفی ذهنیه. حالا این بلا تکلیفی چیه؟ ارزش هایی که تفکرات زهدان ممدانی داره با جایگاهی که توش قرار داره یکی نیست. مثل شهردار نیویورک بودن یعنی چی؟ شهردار نیویورک بودن یعنی که شما باید بپذیری در قانون اساسیشون هست، در فرهنگشون هم هست که همه مدل آدمی رو باید قبول کنی. بله. اولین مسئله که این آدم تضاد خودش رو در مسائلی نشون داده. قبلا میگفتش که مخالف همجنسگرایانه، بعد میره در راهپیمایی حمایت از همجنسگرایان شرکت میکنه. بله. خب این موضوع کجا در راهپیمایی همجنسگرایی شرکت کرده؟ فیلمشو دیدم. حالا بهت نشون میدم. به موافقت شرکت کرده؟ آره. این یه تضاده. موضوع بعدیش اینه که این عجیب بود، اینو نمیدونستم. ویدیوش هست، فکرم نمی‌کردم یا چیکار کرده باشه. اوکی. خب بعد مسئله بعدیش اینه که ببین اون چیزی که توی نیویورک هست، اول اینکه خب این یه شهریه که هم هزار ملیتیه. بله. خب همه جور آدمی با همه جور تفکری اونجا هست. حالا ما اگه این تفکر رو تبدیل کنیم به یک نوع تفکر، یعنی کل نیویورک تفکر شبیه به زهدان ممدانی بشه، خب این اتفاق توی اونجا در تفکر زهدان ممدانی چی بود؟ گوش دادید. من میگم که ایدئولوژی که از کمونیستی، از شیعی، از اون فکر هست، اگر قرار باشه در نیویورک همگانی بشه، همونطور که الان تو میبینی در نیویورک راهپیمایی مثلا تاسوعا عاشورا برگزار میکنن، اگر در نیویورک که هزار ملیتی، که در همه جای دنیا برگزار میشه، همه جای دنیا نیست، در همه جای دنیا برگزار، در حال حاضر در کشورهایی که الان مسلمان ها داخلش نفوذ پیدا کردن 80% دنیا برگزار. نه من مخالف. تو مخالفی؟ من رفیق دارم. رفیق داری که 80% دنیا رفته دیده؟ نه رفیق ندارم 80% دنیا. من الان حداقل میتونم برات 5 تا 6 تا شهر مهم دنیا رو مثال بزنم که محرما ایسکو صلواتی میزنن. از 5 سال پیش به قبل داشتیم همچین چیزی؟ نه اصلا کاری من خب چه ربطی داره؟ خب این یه ایدئولوژی که داره جا میفته. ایدئولوژی نیست، بحث مهاجرت مسلمون ها و پراکنده شدنشون در کشورهای اروپایی و اقامت گرفتن و زن و بچه دار شدنشون خیلی دیگه زیاد شده. بله خیلی زیاد شده. بله. انتقادی که آدم ها اکثریت به زهدان ممدانی دارن این که این موضوع بیشترش میکنه. آخه زهدان ممدانی کار این نیست. چرا نیست؟ زهدان ممدانی شهردار رئیس جمهور نشده که. ببین عزیزم، یه شهردار با تفکر شیعه فردا میاد میگه آقا تو شهر نیویورک هر کی قدم میزنه بعد مثلا روسری سرش بکنه چون من شیعه ام. اولین اتفاقی که افتاد این بود که این آدم میگفتش اگر یک نفری با تفکر شیعه یک جرمی رو مرتکب میشه، طبق قانون خودش باید باش برخورد بشه. که اینو از ترامپ میپرسن، میگن اگه این اتفاق بیفته تو چیکار میکنی؟ میگه بازداشتش میکنی. خود زهدان ممدانی. من که همون اول یه چیزی رو گفتم آنچه که مهمه مگه زهدان ممدانی تو اون مورد داره چی میگه؟ حکومت قانون داریم، مگه زهدان ممدانی میتونه اونجا واسه خودش سرخود کار انجام بده؟ حرف اول منم همین بود که اصلا این موضوع در نهایت اهمیت نداره، چون اگر انقدر به قدرت برسه که بتونه اون تفکر رو پیاده بکنه و بعد بخواد گسترشش بده، این دیگه یه مشکله. شهردار لندن هم سنیه، هیچ ربطی حالا سنی و شیعه‌اش هم کار ندارم، اونم مسلمونه. کلا مسلمونا به قصاص و بحث نوع برخورد با جرم بر اساس شریعت معتقدن دیگه. مثلا این ایدئولوژی رو تو لندن پیاده کرده؟ نه نکرده. بر همین هم کسی نسبت بهش انقدر گارد نداره که به این گارد داره. الان تو میگی میکنه این کارو؟ من نمیگم میکنه این کارو، من که دارم میگم آیندهشو نه میگی یعنی گفته که این کارو میخوام بکنم؟ اصلا همینو از ترامپ میپرسن. نه دیدم خبرنگار از ترامپ میپرسه رو، من کار ندارم. اون اومده داره یه طرح سوالی میکنه، من هیچ کمپین این آدمو خیلی سفت و سخت بعد این که البته چیز شد الان یه ذره میگن تو طرفدار اینی مثلا رفتی پیگیری. نه بعد از اینکه این حجم نقد رو دیدم خیلی پیگیر رفتم ببینم چیکار کرده، چی بودی، داستان از چه قرار بوده. من ندیدم این کار مثلا بیاد صحبتی راجع به این قضیه. ببین در نهایت به یه جا میرسیم. بیا بگذاریم از خود شخصه بگذاریم، بیایم رو بحث تفکری که روی این شخص ایجاد شده. آیا تفکر درستیه؟ تفکری که در مورد این شخص در ایران ایجاد شده اثر ماندلا در نهایت همون چیزی که اولش گفتیمه که به ما چه.
در نهایت همونه. ببین تو یه موضوعی رو گفتی در مورد حوض جلوی تئاتر شهر، چند نفر در موردش استوری گذاشتن، چند نفر در موردش استوری خواهند گذاشت. چقدر در مورد شهرداری تهران که اینقدر مشکلات مختلف داره، از ترافیک و حالا مسائل مثلا مثل آب و آلودگی هوا و همه این مسائل، چقدر در موردش استوری گذاشته میشه. یک چیزی تبدیل میشه به یک حالتی شبیه به موج رسانه‌ای. الان موج رسانه‌ای اینه. دیروز موج رسانه‌ای یه چیز دیگه بود، در مورد یک اتفاق بود، در مورد اینکه مردم یه سریاشون در مورد یک جناح یک اتفاق و یک اتهام نظر میدادن، یکی حمایت میکرد یکی مخالفت میکرد. اگر ما در مورد این موضوع اطلاع نداریم که خاموشیم. اگر در مورد این موضوع اطلاع داریم تا جایی که به درد یک جامعه بخوره میتونیم نظر ما فقط راجع به همه چی هی دوست داریم اطلاع داشته باشیم. اطلاع داشتن که چیز بدی نیست. آخه فقط اطلاع داشتن هم چیز خوبی نیست. خب بعد اطلاع رو چیکار کرد؟ ببین قبل از برنامه، قبل اینکه بیایم ضبط، من داشتم با خانم صحبت میکردم، گفتم یه وقتایی دانایی راجع به یه چیزی که به ما اصلا ربطی نداره چیز خوبی نیست. آقا من نمیخوام بدونم که چی میشه که این تورم این شکل. خب میرفتم اقتصاد میخوندم. من اگه قرار بود اینقدر پیگیر قیمت ها و چارت همه چیت بشینم هر روز چارت ارز و طلا و دلار رو تو این مملکت نگاه کنم ببینم قیمت کجا میره، که من امیرعلی مثلا میخوام یه مایک بخرم بتونم تو ارزونی دلار بخرم، آقا من این یه داناییه که تو میگه آقا اطلاع، آقا من نمیخوام راجع به این اطلاع داشته باشم. اطلاع نداشته باشی که ایرادی نداره. اطلاع نداشته باشی هم ایراد داره. گوش بده. الان میگی مگه میشه تو خودت داری میگی اطلاع داشته باشی ایراد اطلاع نداشته باشی هم میری این مایکه رو بخری میره توت. حالا گوش بده. اولش که آگاهی داشتن، بیشتر حجم آگاهی داشتن در مورد چیزهایی که توی زندگی آدم به درد آدم میخوره یه چیز ضروریه. هم اطلاع با آگاهی فرق میکنه. من دقیقا این کلمه رو که گفتی دوست داشتم. آگاهی داشتن راجع به یک موضوعی فرای اطلاع، یعنی یه لول بالاتر از اطلاعاتی که گرفتی. در نهایت اگه آدم آگاهیشم در مورد یک موضوعی تکمیل باشه، اصلا شما تمام آگاهی های جهان رو بذار تو ذهن آدم، علاوه بر اینکه آدم دیوانه میشه، از بین میره. چون اگه تو هر چیزی رو تو دنیا بدونی، متوجه بشی اصلا چه خبره، که اصلا اون آدم دیگه از ظرفیت گنجش ذهنش بیشتره. هر چیزی رو نمیخواد، چیزهایی که زندگی منو تو رو بهتر میکنه، چیزهایی که میتونه در زندگی ما یک تغییر مفید ایجاد بکنه. درست. به نظرم بدونیم خوبه. من همیشه گفتم انقلاب یک چیزیه که اول در مغز شکل میگیره، در خود فرد شکل میگیره. منظورم فقط انقلاب سیاسی نیست. نه، انقلاب شخصی. آره، انقلاب شخصی میتونه به انقلاب سیاسی هم منجر بشه، انقلاب فرهنگی، انقلاب اجتماعی، هزار تا داستان. یه پارادایم شیفت ذهنیه. آره دیگه، یه جرقه است. من دارم میگم آقا تو وقتی تو هیچ انقلابی اتفاق نمیفته و فقط راجبش فکر میکنیم و اطلاع داریم و ته این اطلاع اینه که به قول تو یه استوری میذاریم، ما میتونیم بریم امضا جمع بکنیم راجب خراب شدن. نه، حرفم یه ذره مسخره است، بازم فوش میخورم، اب نداره، به نظرم که بذار فوشه رو بخورم. چرا اومدن پارک نیاوران مسجد درست بکنن، یک امضای جمع شد، هنرمندا، مردم فلان بیسار انقدر فشار آوردن، بیخیال اون مسجد تو پارک شدن. ما میتونیم بریم انقدر امضا جمع بکنیم. ما منظورم ما نوعیه ها، اون آدمی که سلبریتی تره، معروف تره، هنرمند تره، اون دستش بازتره، میتونه یک جمعیتی رو به سمت خودش بکشونه که اونا هم باهاش بیان و اون کاره رو انجام بدن. میتونن بکشن شهردار، بکشن مجلس. شهردار رو الان میتونی بکشونی مجلس آقا برای چی خراب کردی؟ پروژه عمرانی بوده، باید بیا توضیح بدی. بکشونیش بگی آقا این پروژه عمرانی بوده، بیا راجبش توضیح بده، بس چی خراب کردی؟ حالا یکی میگه نه نمیشه، من میگم میشه. مگه ما سر همون مسجد تو نیاوران نکردیم؟ یا هزار تا داستان دیگه. امضا که جمع بکنی از یک تعدادی بره بالاتر، وزارت کشور موظف اون موضوع رو پیگیری بکنه. تو همین سیستم فشل که من هر روز دارم راجع به همین سیستم فشل غر میزنم،
و میگم که اینجاش اینجوریه اینجاش ریده، تو همین سیستم فشل هم میشود خیر شهردار رو گرفت به خاطر یک پروژه‌ای که انجام داده. ولی ما تو میگی استوری، ما میریم استوری میذاریم، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم عدید خودمون ها. یعنی اینجوریم که بابا دست ما که کاری بر نمیاد. گنده تر از ماهاش رفتن یه موضوع پیگیری کنن، الان مثلا یا توان یا فرار کردن از مملکت یا تو گونی بردنشون، خلاصه بلای سرشون اومده دیگه. حالا من و تو که نشستیم جلو دوربین ما که عددی حساب میشه. امیرعلی جان این چیزی که داری میگی اولش که موارد خیلی بزرگتر از حوزه تئاتر شهر وجود داره که باید به قولی پیگیری بشه. کدومشو ما رفتیم پیگیری کردیم؟ تو با روند دادگاه ها که آشنایی قاعدت. خب من خیلی آشنا. یه مسئله پیش میاد، تو میری تو سیستم قضایی، خب مدرک میبری، شاهد میبری، دوربین، فیلم دوربین میبری، فلان میبری، در نهایت نتیجه‌ای که تو از اون دادگاه میگیری اصلا چیز عجیب غریبیه. در نهایت با سیستم قضایی فعلی آیا میشه چیزهایی که بزرگن و اصلا در حد و اندازش ما نیستیم که بخوایم پیگیری بکنیم و بریم دنبالش؟ نه، این چیزی که تو داری میگی مال یک جایی مثل سوئیسه که من به عنوان شهروند این اجازه رو دارم که نسبت به هر چیزی اعتراض بکنم. من به شخص خسته شدم از این دیالوگ، خسته شدم. هر وقت هر چی میگی اینجا مگه سوئیسه؟ آقا خب اوکی سوئیس نیست چیکار کنیم الان؟ اوکی ما الان فهمیدیم که تو یک کشور جهان سوم وسط خاورمیانه داریم پاره میشیم، سوئیس هم نیست، شل کنیم امیرعلی جان لذت ببری. نه، تو داری میگی که چرا ما داستان مثلا طلا، خب یه دقیقه نپرون برای قوه قضاییه رو جمع کن. مگه آدمای دیگه نیستن که تو این مملکت دارن تاوان میدن؟ خب تغییر ایجاد میکنن یا نمیکنن؟ آقا مثال بارز بزنم چون داشتم ویدیوشو اتفاقا تو یوتیوب میدم. مگه یاشار سلطانی آدم بزرگی بوده؟ یاشار سلطانی به عنوان یه خبرنگار خیلی ساده که اصلا هنوزم شاید کسی نشناستش، ولی مثلا یه سرچ بزنی آقا یاشار سلطانی چه اسنادی رو کرد، مگه یه تنه وای نستاد رو بحث قوه قضاییه؟ مگه 100 بار نگرفتنش بدبختو؟ هر کی رسید یه شکایت از این کرد دیگه، از این رئیس رؤسا یه شکایت کردن آقا بیا جوابگو باش این اسناد مدارک چیه، که بزرگترینش هم اون سیسمونی گیت بود دیگه از اون خیلی دیگه ترکید. درست. یارو تو میگی قوه قضاییه، یارو روبرو مجلس وایساده، یه تن روبرو رئیس مجلس یه تنه رفت وایساد، تاوانش هم داد، حرفشو زد. میخوای بگی تش چی شد؟ مردم آگاه تر شدن، به جای اطلاع خالی مردم آگاه تر شدن نسبت به یک موضوعی. این مردم آگاهی که تو داری میگی بعد از این اتفاق چه کار کردند؟ امیرعلی نمیشه یک انتظار چی داشتیم؟ نه ببین نمیشه یک تاوان بزرگی رو بر دوش یک نفر گذاشت. خب باری که من میگم بیا جمعی برداریم. بعد شما چی؟ خب این دیگه میره وارد یه مسئله میشه. بذار من یه چیزی بگم. این اگه اینطور این مسیر رو اگه بریم میشه دعوت به اعتراضات. نه نمیخوام برم اونوری. آره میشه تشویش اذهان عمومی. بله اصلا بحث ما تشویش اذهان عمومی نیست. ببین من که نگفتم که تو برو با بیقانونی چوب بردار کف خیابون 4 نفرم بزن یا برو داد و بیداد بکن، که من دارم میگم آقا اون روشه رو یه بار رفتیم، یه بار که چرس کنم حالا مثلا دو تا یا 3 تاش میخوره تو نسل سن ماها، 3 تاش دیگه، آره 3 نه بیشتر 4 تاش میخوره تو نسل ما، خاک بر سر نسل ما. روشه رفتی اوکی نشده به هر دلیلی و 1000 تا اتفاق بدتر پشت سرش افتاده، خانواده یه سری پدر مادر هنوز دارن تاوان میدن و من جیگرم خونه واسه اونا. ولی دارم میگم خب اوکی من دارم یه قالب دیگر میگم، اصلا نمیخوام برم اون سمتی. فردا اومدید ما رو تو گونی ببرید ویدیو رو تو دیده باشید. الان یکی میگه ببین تو داری اینو از اینجا نشستی داری از ترس این حرف رو میزنی، یعنی تخمشو نداری که ادامه این موضوع رو بگی. مثلا سری اومدی گفتی تشویش اذهان عمومی نمیکنم من. خب داداش من کات میزنم این یه تیکه رو. آقا من با تو یه صحبتی دارم میکنم نمیخوام بذارم، ترسیدم. الان تو گفتی تشویش اذهان عمومی من ترسیدم، گفتم حاجی نکنه روحم راست میگه بیام ورم دارم خب کات میزنم. نه اتفاقا من یه تیکر میذارم باشه
چون واقعا من منظورم این نیست برو کف خیابون شلوغ بازی و فلان و بیسار، یا انقلاب کن یا تشویش اذهان عمومی کن یا افکار رو نمیدونم فلان بیسار، چیزایی که انگایی که میچسبونن بهت دیگه. من دارم میگم آقا تو یه مطالبه‌ای داری در یک سیستم فشل داغون غیر قابل مطالبه پذیر، راه چیه؟ من در حال حاضر تو الان من به نظرم که راه نیست. خب یعنی من از دیدگاه خودم دارم بهت میگم. من یه فعالیت اجتماعی داشتم که تو ازش خبر داری. خب نتیجه این فعالیت اجتماعی به یک جایی رسید که به این نتیجه رسیدم که الان تو داری میگی آگاهی دادن به مردم. آگاهی داشتن یک اجتماع هم باعث نمیشه که تو اون چیزی که از اجتماع انتظار داری رو برات رقم بزنه. خب اون چیزی که تو از اجتماع انتظار داری بابت اینه که تو فکر میکنی که همه آدم ها مثل همن یا مثل هم فکر میکنن، در حالی که اصلا اینطور نیست. توی یه خانواده 5 نفر آدمن که با هم دیگه افکارشون فرق میکنه. باور عمومی غلط مسیر غلط میاره، راه غلط میاره، نتیجه غلط میاره. بله. باور عمومیه یه جا باید یکی اینجوری بزنه بگی داداش کجا داری میری، به چی داری فکر میکنی. این مال یک اجتماع فرهنگ پذیره. نه این مال یک اجتماع فرهنگ پذیره. خب برای چی میای راجع به 2500 سال تاریخ فرهنگ پارس تمدن نمیدونم مولانا زبان پارسی 4000 سال قدمت داره بی خود میکنی میای راجع به این چیزا صحبت میکنی؟ تو داری میگی راجع به یه اجتماع فرهنگ پذیره، اوکی بیاد. خب تو میخوای بگی نداری. آقا من نفهمیدم ایرانی فرهنگ دارد یا ندارد در حال حاضر؟ نه کلن که ندارد. ما 2500 سال فرهنگ پادشاهی فقط داشتیم که این که آقا جواب منو بده. بذار من تایمو ببینم. ایرانی فرهنگ دارد یا ندارد به صورت کلی؟ فرهنگ ایرانی داریم. ایرانی فرهنگ دارد یا ندارد به صورت کلی؟ داریم. ایرانی آگاهی دارد یا ندارد به صورت کلی؟ عموما خیر. ایرانی به دنبال تغییر و پیشرفت هست یا ایرانی به دنبال همین دست و پا بزنیم فعلا بگذره ببینیم چی میشه؟ بقا. پس دنبال بقاییم، دنبال پیشرفت و فلان و یه حرکت یه هولی بدیم شاید روشن شد نیست. نه بستر پیشرفت وقتی نباشه یک نفر به پیشرفت فکر نمی‌کنه. پس ته حرف اون اینه توی یه سیستم فشل تو هم فشل باشی. نه. آره دیگه. ببین امیرعلی بذار من حرفمو بزنم. الان بعد این 3 تا سوالی که ازت پرسیدم یعنی ته حرف اینه که آقا در یک سیستم فشلی که نمیشود هیچ کاری انجام داد به خاطر اینکه بسترش نیست، فرهنگشو داریم ولی عموممون آگاهی نداریم، ولش کن دیگه، سوئیس که نیستش، بذار بره جلو. اول اینکه من هیچ کسو دعوت به این که من نظرم اینه تو هم باید نظرت این باشه هیچ وقت نمیکنم. این که همین کارو با اون کردن که وضعیتمون اینه دیگه. من نمیخوام این کارو بکنم. من حرفم اینه. اول اینکه من نمیتونم دعوت کنم یک نفر رو به اینکه تصورتو عوض کن. خب تصور اون شخص با مطالعه تغییر کنه، با تحقیق تغییر کنه. خب گوش بده. پس دعوتش میکنی به تفکر. آره اما نتیجه این تفکر و اندیشه من و تو چیه؟ خب خودسازی. نتیجه خودسازی چیه؟ روشنفکری. اصلا روشنفکری که خودش تعریف جداگانه داره. نتیجه روشنفکری چیه؟ تغییر. نه خود شخص این تغییر رو تو در خودت میدی. خب شما اگه خیلی مطالعه داشته باشی، خیلی تحقیق کنی، خیلی آگاهی و اطلاعات داشته باشی، تهش میشه چی؟ تهش میشه ناراحتی، تهش میشه قصه که چه بر سرمان آمده. تو نیچه‌ای مگه؟ نکنه سیبیل گذاشتی حس اینو گرفتی نیچه‌ای؟ نه جدی میگم. آخه ما قرار نیست بشینیم راجع به اون چیزی که تو داری میگی بری در عمق فلسفه زندگی. بله من کاملا از تو میپذیرم. بوکوفسکی رفته، کامو رفته، نیچه رفته، وقتی رفتن تو بحر فلسفه زندگی به این نتیجه رسیدن آقا همه چی هم تخمیه دیگه، بذار برید. ما اومدیم یه لذت هم که چرس کنم، اومدیم یه نفسی بکشیم و زمانم بگذره بریم. من نگفتم برو تو فلسفه زندگی. اصلا انتهای آگاهی که پوچگراییه. من
روحان بحثو چیزش کردی، بردی سمت آگاهی فلسفی. من دارم میگم آگاهی اجتماعی در رابطه با شرایطی که داری توش زیست میکنی. امیرعلی آگاهی اجتماعی احتیاج به خیلی اتفاقات داره بابا خیلی اتفاقات داره. نه قبول ندارم. آگاهی اجتماعی از همون پایین ترین حالتی که فکر بکنی کف جامعه شروع میشه. یعنی تو یه خیابون 3 لاین 4 وا نکن. یعنی اگه دیدی تونل خط ویژه است ننداز، برو جلو، فکر کن زرنگی. یعنی اگه یکی بهت فوش داد تو خیابون، تو سرتو بنداز پایین، برو، وای نستا تو هم فوش بده. این فرهنگ سازیه. فرهنگ سازی که در حال حاضر تو داری ازش حرف میزنی احتیاج به یک بستری داره. اون بستره مهیا نیست که فرهنگ سازی بشه. این از کجا میاد؟ این از تدریس اشتباه میاد، این از آموزش های غلط میاد. ما آموزشمون آموزشی نیست که ببین جدی دارم بهت میگم، حتی راهنمایی رانندگی آموزش گواهینامه. شما آموزش که داری میبینی آموزش اصلا نمیخواد. چرا نمیخواد؟ آقا جزو بدیهیات فدات چند. بدیهیات از نظر من و توه. از نظر یه کسی که نسل زده و اطلاعات نداره و نمیدونه که باید چیکار کنه، مثلا تازه داره میره گواهینامه بگیره، اون شخص نمیدونه که این گواهینامه گرفتنه، مثلا تو قانون جادت چیه، قانون رانندگی چیه، شعورت چیه که مثلا یکی میپیچه جلوت برنگری مثلا بهش فحش بدی. اگه تصادف میکنی نباید دعوا بکنی، باید زنگ بزنیم به پلیس مأمور بیاد. اینا آموزش‌هاییه که باید در یک نفر داده بشه. بدیهیات. آقا اینا بدیهیاتیه آقا که توی جامعه‌مون رخ نمیده. تو هواپیما نشستی یکی بعد بیاد بهت آموزش بده آقا بلند نشه در هواپیما رو باز کن. تو اینجا بله. آقا جز بدیهیات تو پرواز نباید در هواپیما رو باز کنی. بپذیر دیگه آموزش غلط رو ما داریم، 100% توش هیچ بحثی نیست. اصلا بحث همین که کتاب فلسفه منطق ما در دورانی که تحصیل میکردیم یکی بوده، این یعنی ما آموزشمون غلط بوده. فلسفه منطق ناموسن منطق رو درست کردن که روبروی فلسفه وایسه. ما اومدیم برش یه دونه کتاب زدیم. آموزش رو بذار کنار. من دارم میگم ما بدیهیات اجتماع و فرهنگ و هنر و جامعه و زیستم رعایت نمی‌کنیم. بدیهیاتش رو همین که در توی مثلا طبیعت زباله رها میشه یا خیلی کلیش هست دیگه. پشت آمبولانس تو بری تو ترافیک، این دیگه آموزش اصلا خدایی مثلا الان چیکار رانندگی بیاد برات آموزش بذاره آقا پشت آمبولانس تو ترافیک پاتو نذار رو گاز برو. بابا این که خب بدیهیات نباید این آقا یکی از آموزش‌ها اینه که وقتی مثلا پراید زیر پاته تو جاده نباید 150 تا باهاش بری، بعد با اون 150 تا لایی بکشی برای دیگران ایجاد خطر بکنی. این یک چیزیه که شما تو اینستاگرام میبینی طرف با گوشیش داره فیلم میگیره از رانندگیش که داره 150 تا میره، بعد طرف میاد زیر کامنت میذاره که داداش دمت گرم. من به مخاطبام این پیشنهاد دادم، گفتم برای اینکه درگیر اثر ماندلا نشیم تو زندگیمون، ببین همیشه میگیم برو سوار جریان شده که تو ایران اینجوری جریان سوار تو میشه. تو سوار هیچ جریانی نمیشه. همیشه یک جریانی از یه سمتی زاده میشه و اون غالب میشه به تو و اینجوری تو رو میگیره تو خودش و به خودت میبینی تو سوار نشدی، جریان تو رو مکیده توش. من اومدم یعنی از دید خودم غلط و درستش با اون مخاطبیه که میره اون کار رو انجام میده امکان داره اون به این نتیجه نرسه بگه امیرعلی مثلا یه حرف راست خودش زد. من اومدم گفتم که برای اینکه درگیر این اثر ماندلا نشی، سوار جریان نشو، جریان ساز باش. حتی شده برای خودت یه نفر در زندگیت، نمیخواد بری یه حزب را بندازی، یه قشر را بندازی، خودت برای زندگیت، بعد نفر بعدی نشدم فدا سرت، خودت جریان ساز شدی واسه خودت. من پیشنهاد بهتر بدم جون، اگر تو میخوای تغییر کنی، اگر میخوای یک آگاهی داشته باشی که نسبت به یک باور غلطی باور درست ایجاد کنی، اول خودت باید تغییر کنی دیگه. اول خودت رو بهتر کنی، بعد بچه خودت رو بهتر کنی. آموزش حداقل اون آموزش غلطی که تو دیدی، آموزش درست تو به بچت بدی. خب از جامعه کوچیک آدم میتونه شروع کنه، از خانواده خودش. اوکی، خیلی از آدم ها یه تفکری دارن، اون عضو خانواده دیگه کاملا یه تفکر متفاوتی داره.
مثال من برادر ندارم، فرضی که من با برادر خیالی خودم یک اختلاف نظری دارم. چی میزنی؟ چی میزنی؟ که با برادر خیالی خودت یه اختلاف نظری دارم. من برادر خودم رو نمیتوانم قانع کنم یا بهش توضیحی بدم که بفهمه اون ایده‌ای که من دارم رو. من دیگه نمیتونم جریان ساز چیزی باشم که من اول باید خودم تغییر کنم. میگم یعنی خودت اول برای خودت جریان افراد اطراف خودم رو باید تغییر بدم اون باور اشتباهی که داره. تغییر بده. خب اصلا آدم اگه نتونه خودش رو تغییر هدف از زندگی چیه؟ یعنی هر کسی دنبال اینی که خودش رو بتونه بهتر کنه دیگه. درسته؟ اگر نمیتونی خودت رو بهتر کنی که خب اصلا اشتباهاً اینجایی. ما الان اشتباهاً اینجاییم. ما تو ایران اشتباهاً اینجاییم. ما الان گفتی ایران 2500 سال تمدن داره. ما از 2500 سال پیش تمدن و فرهنگ به قول تو پادشاهی که داشتیم خودمون رو بهتر کردیم؟ نه، بدتر شد. ای کاش بدتر می شدیم. خیلی بدتر شد. تو ان فرو رفتیم توش. من درست. بذار من یه نکته بهت بگم. یه برنامه بود که تو گفتی که چرا ما باید انقدر از غرب الگو برداری بکنیم. خب من اتفاقا موافق حرفتم. ما اصلا از غرب الگو برداری بکنیم. آخه میدونی که قبلا غرب از شرق الگو برداری میکرد. اصلا میخوام همینو بهت بگم. ما باید اون شیوه حکومتی که 2500 سال پادشاهی، اون تاریخ بزرگ، ما اولین کشوری بودیم در تاریخ توسط دیاکو به عنوان پادشاهی، کشور پادشاهی ایجاد شده، یک قلمرو پادشاهی ایجاد شده توسط دیاکو. خب و دیاکو پادشاه. میدونی اینایی که داری میگی، من یه مخاطب دارم که همیشه هم تو اپیزودام میگم، میاد برام کامنت میذاره جاوید شاه. الان دیاکو رو میگه جاوید. ببین اصلا اسم 2500 سال و سلطنت و پادشاهی بردی. من این مخاطب دارم میاد کامنت میذاره جاوید شاه. خب حالا خواستم اینو بگم. حالا همین مخاطبت اگه گوش بده که اصلا یک در حقیقت تاریخی ما داریم که اون شیوه حکومتی ما قابل تدریس در غرب. ما خیلی زمان تا پایان، البته از نظر من تا پایان دوره ساسانیان، قابل تدریسه، چون انقدر اتفاق و روایت هست، انقدر تاریخ غنی داریم که اگه راجع به هر کدوم از این دوره ها بخوایم بشیم بنویسیم تمومی نداره. خب توی دوره مثلا ساسانیان یه اتفاق جالبی میفته در انتهای ساسانیان، در دوره خسرو پرویز. خسرو پرویز میاد با چند تا جبهه میجنگه در حالی که مشکلات داخلی داره. اینی که داری میگی خدا بخواد اثر ماندلایی نیستش که؟ یه قسمتش اثر ماندلایی داره. باور عموم راجبه، چون هست این باور عموم راجبه خسرو پرویز، حالا نمیخوام بازش کنم، چند تا روایت راجبش هست، روایت هستش که ولی این نیست. روایت هستش که این آدم خیلی آدم بد اخلاق یا تندخو یا عیاش، باور عمومی اینه که این آدم عیاشه یا اینجوری. حالا من الان برات تعریف کنم. موضوع اینه که این آدم با غرب درگیر بود، یعنی با بیزانس درگیر بود و خب بعد هم که با جنوب درگیر میشه، با اعراب البته درگیری اعراب که بعد از خسرو پرویزه، ابتدا در حقیقت در مذاکراتشون درگیر میشه. جوری اروپا رو میگیره، یعنی به حدی وارد غرب میشه که در تاریخ ایران رخ نداده بوده در دوره خسرو پرویز. این آدم خیانت از نزدیکانش میبینه، از دو دایی خودش خیانت میبینه. خب و بعد هم که توسط پسرش در حقیقت کودتا میشه علیهش و از پادشاهی برکنار میشه و پسرش میشه پادشاه. چیزی که در مورد خسرو پرویز هست اینی که بسیار علاقه‌منده به موسیقی، بسیار زیاد، به موسیقی ایرانی، به موسیقی خارجی، اصلا از جاهای مختلف موسیقی دان برمی داره میاره. علاقه ای که این آدم به موسیقی داره و نقاشی داره باعث میشه که هنر موسیقی و نقاشی در ایران به حدی برسه. زمانی که اعراب به ایران حمله میکنن، میان از توی طاق خسرو یه فرشی رو برمی‌دارن که نمیدونن اصلا این فرش چی هست. این فرش رو 1000 تیکش میکنن، بین خودشون به عنوان غنیمت جنگی تقسیمش میکنن که اگر این فرش الان بود چقدر ارزش تاریخی داشت. الان بعد کامنت بذاری
اگر ما دوست من که کامنت میذاری، اگر الان بخوایم بیایم وارد زندگی نامه خسرو پرویز بشیم میفهمیم تمام آنچه که در مورد خسرو پرویز جامعه فکر میکنه آثار ماندلایی. داستان ضرب مسئله رو بهت بگم. ما یه ضرب مسئله داریم که به آدمایی که ناامیدن و شکست خوردن و میخوان دلداریش بدن، خیلی قدیمی هم هست، بهش میگن که شاهنامه آخرش خوشه. صبر کن، حالا این از بیخ غلطه و این از بیخ غلط بودن از یک در حقیقت تهاجم فرهنگی میاد که این تهاجم فرهنگی از در حقیقت بعد از حمله اعراب به وجود اومده دیگه. پایان شاهنامه یکی از تلخترین اتفاقات ادب ایرانه. حمله اعراب، حمله تازیان و نابودی ایران برای همیشه. دیدگاه فردوسی، نابودی ایران برای همیشه. خب اتفاقی که میفته اینه که اعراب پیروز میشن و همچون فرهنگشون، زبانشون، دینشون به ایرانی ها اجحاف میشه. این اتفاق و اجحاف نیستش که غالب میشه. نه اجبار میشه. نه کلمه‌شو چرا یادم رفته؟ همه چیشون غالب شد. آره به اوکی، من از کجا دوباره بگم؟ از هر جا دوست. اینو کات نمیزنیم سودش فکر میکنه اینو کات میزنیم. وقتی که عرب پیروز میشن به ایران، همچون فرهنگشون، دینشون، زبانشون، این موضوع غالب میشه به ایرانی ها که پایان شاهنامه خوشه، چون برای اونا خوشه. بله برای اونا خوشه. اونا اومدن اینجا از منابع ما استفاده کردن، از درآمد ایرانی ها استفاده کردن، از همه چی ما در حقیقت غارت کردن و بله برای اونها خوشه، اما برای ما که نیست. این یک اثر ماندلایی اشتباهه. پایان شاهنامه تلخه. امیدوارم که پایان عاقبت ما تلخ نباشه. امیدوارم. در آخر به نظرت امیدی به زیست ما در آینده هست؟ چقدر فلسفیش کردم. حالا زیست رو ورش دار که فلسفی نشه. به نظرت امیدی به آینده هست برای ماها، برای نسل ما؟ 2 سال پیش ازم میپرسیدی میگفتم 100%. الان میگم نمیدونم. به نظرت اثر ماندلا یه روزی نه فقط تو ایران، کلا توی تاریخ، توی دنیا یه روزی میشه که از بین بره و ما واقعیت ها رو ببینیم؟ هرگز. چقدر غمگین. دلیل دارم براش، حالمون دیگه طولانیه ولی هیچ وقت. به نظر تو، من از تو سوال میپرسم، به نظرت حماقت انسان به پایان میرسه؟ حماقت انسان اگه یه روزی به پایان برسه قطعا بشر منقرض میشه. خب حماقت انسان من بهت میگم هیچ وقت به پایان نمیرسه. خب گفتم دیگه، یعنی اگه نباشه بشرم نیست. تا زمانی که حماقت هست اثر ماندلایی رخ میده. تا چقدر سخت. و به نظرت ما میتونیم تلاش بکنیم که ازش فرار، که نه تلاش بکنیم که تو تله اون باور اشتباه و توهم گونه جامعه نیفتیم؟ غذا آوردن اب نداره دیگه آخر ضبط و دیگه آقا ما غذا میدیم، ما مهمان میاریم اینجا بهش غذا میدیم، آخر ضبطی هم غذاشو آوردن تمومش میکنیم. بذار من یه چیزی رو بگم امیرعلی. بذار من یه نکته بهت بگم. برای فرار یا به قولی درگیر نشدن با مشکل عدم آگاهی یا آگاهی اشتباه باید تحقیق کرد. آگاهی اشتباه جمعی. آره آگاهی اشتباه جمعی. باید تحقیق کرد و در حقیقت خودمون رو رشد بدیم. وقتی تو هر آدمی زمانی که رشد پیدا بکنه، تحقیق بکنه و بتونه به سطح بالای تحلیل برسه، امکان نداره که دیگه فریب بخوره. خب تا زمانی که آدم فریب میخوره، فریب هست. بعضی چیزا خیلی کوچیک و عجیب غریبه، یعنی مثلا به قول تو بدیهیاته. الان مخاطبی که اون حرف رو میپذیره از مخاطبی که حرف واقعیت رو میپذیره خیلی بیشتره. غمگین کننده است. در نهایت چون دوست ندارم که اپیزود رو اینقدر غمگین تموم بکنیم و همچنان خودم امیدوارم که اتفاقی خوبی میفته، میخواستم
از روحام سوال بپرسم به عنوان آخرین سوال و بعد با دوربین خدافظی کن. اینکه قسمت اپوزیسیون رو که میخوایم ضبط بکنیم میای؟ موضوع بررسی اپوزیسیون و نقدشونه. کلا فلکه رو باز کردن رو چیزی به اسم اپوزیسیون داخل فرهنگ ایرانه. ببین من چون سیبیلای روحامو من از اول برنامه دیدم، قبل ضبط بهش گفتم آقا قسمت اپوزیسیون تو با این سیبیلا باید بیای بشینی. اصلا اون مخاطب من که کامنت میذاره فقط بهش خودت قطعا میاد کامنت میذاره جاوید شاه، به جان خودم به حال نها کنه یعنی میبینه اینجوری بعد میاد میگه جاوید شاه. گفتم چهرت الان میخوره به اپوزیسیونا، دوست دارم اپیزود اپوزیسیون باشی با هم صحبت بکنیم. البته اپیزود اپوزیسیون احتمالاً 3 نفره بگیریم. امیدوارم نمیدانم انشالله که اطلاعی ندارم. در آخر اینو بگم که زندگی توی ایران با اینکه شبیه زندگی، اینو قبلا هم گفته بودم، زندگی توی حومه دانمارک. میدونی چرا زندگی توی ایران شبیه دانمارک؟ حومه دانمارک. چرا؟ داستایوفسکی گفته بود اینو. داستایوفسکی در مورد ایران اینو گفته بود؟ نه، این جمله رو داستایوفسکی گفته بود ولی من به این نتیجه رسیدم زندگی تو ایران هم شبیه دانمارک. دور تا دور اطرافمون رو کلی گاو گرفت. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.